سوال دیگر: استاد جان، زن زن را و مرد مرد را عریان دیدن جایز است؟ یعنی اگر زنک زنک و مرد مرد بی لباس، یعنی لوچ یا دیگر را بینن، اجازت هست یا نه؟ مرد مرد میتونن فقط از زیر ناف تا زیر زانوی مردک باید پوشیده باشه. یعنی فرضیتی بگیم عورت برای مرد از زیر ناف تا زیر زانوشه. ایرا بجوز همو زنش هیچ کس حقی دیدن نداره. یا اگر بیمار شود بنابر ضرورت بیماری دکتر میتوند که از زیر ناف تا زیر زانوش اگر همو بیماری باشد دکتر میتوند که ببیند. دیگه برای پدرش، مادرش، رفیقش اجازت نیست. برای زنها باشد، زن اگر مسلمان باشن ها بله بدن یا دیگر را دیده میتونن، لیکن همین دیدن با زنی مسلمان و زنی نامسلمان باشد اینها بدن یا دیگر را دیدن ده حق ندارن. یعنی زنی مسلمان را دیده میتونن، ولی در مردها از زیر ناف تا زیر زانوشان برادرای عزیز نظر کردن اجازت نیست، گناهه، زیرا ترک فرض می شود. سوال دیگه: اگر مسلمان در خدا شرک آرد و توبه کند توبهش قبول می شود؟ بله، هر یک مسلمانی که اگر نزد الله مهربان گناه میکند یا شرک به شرک دست میزند، لیکن بعد او از گناه کردگیش، از همون شرک آوردگیش پشیمان میشود و از الله مهربان عذرخواهی میکند، خدای مهربان عذر او را قبول میکند. پیامبر نازنین میگفت که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه کننده از گناه مثل نفری هست که گناه نکرده است. ببینین وقتی تو گناه کردی و توبه کردی، توبه صدقا کردی، میگه تو رنگ نفری شدی که تماما گناه نکرده. الحمدلله رب العالمین. برادرای عزیز ببینین شما میتونید که توبه کنین به سوی الله مهربان، خدای مهربان توبه شما را قبول میکنه و از نامه اعمال شما گناههای شما را نابود میکنه، برای شما خیر مینویسد. استاد جان، در وقت غسل جنابت طهارت میکنی یا نه؟ اگه وقتی که آدم یعنی بگیم در حالت جنابت باشد یا جنوب میگیم، وقتی در حالت جنابت باشد میگه اول کاری که میکند باید که حاجت خانه درآید. خب در حاجت خانه مقصد قضای حاجت اول میکند، بعد آمده برادر عزیز آمده طهارت میکند، یعنی دهان چقه میکند، بینی چقه، همه عضوهاش میشود و فقط پاش نمیشود. بعد از بالای سرش هم آب که ریختن گرفت، در اخیر پاکاش هم چقه میکنه، به همین میبراید هم طهارت دارد هم از جنابت پاک میشود. و اگر از قضای حاجت بیرون شد و آمد مقصد راست دیگه طهارت نکرد و راست آبازی کرد، این حالت هم میشود هم صاحب طهارت های هم مقصد ای غسل جنابت پاک میشود. این صورت هم درسته، هیچی باقی نداره.